کتاب پسری در پیژامه راه نوشته جان بوین رمانی تلخ و انسانی درباره جنگ و بیگناهیه. داستان در زمان جنگ جهانی دوم میگذره و از نگاه یه پسر کوچیک به اسم برونو روایت میشه. پسری که نمیفهمه چرا خانواده‌اش به جایی عجیب و غم‌انگیزی نقل مکان کردن. او روزی در اون سوی سیمخاردار پسر دیگه‌ای رو میبینه. پسری به نام شموئل با لباسهای راه و صورتی غمگین. بین این دو کودک در میانه جنگ و نفرت دوستی شکل میگیره که سرنوشت دردناکی داره. فیلمی هم بر اساس همین رمان ساخته شده به کارگردانی مارک هرمان در سال 2008 که با روایت ساده و پایان تکان دهندش دل میلیون‌ها نفر رو لرزوند. در این خلاصه قراره با یکی از غم‌انگیزترین و انسانی‌ترین داستان‌های قرن آشنا بشیم. کشف برونو. برای برونو، پسر بچه 9 ساله، آن روز بعد از ظهر مانند هر روز دیگری آغاز شد. اما با ورود به خانه با صحنه‌ای روبرو شد که پایان دنیای آشنایش را رقم زد. آرامش زندگی کودکانش در یک لحظه فرو ریخت و او را در آستانه مسیری پر از ابهام و دگرگونی قرار داد که زندگیش را برای همیشه تغییر می‌داد. برونو با ورود به اتاقش ماریا خدمتکار خانواده را دید که با سری همیشه فرو افتاده تمام وسایلش را از کمد بیرون می‌کشید و در 4 صندوق چوبی بزرگ می‌چید. حتی وسایل شخصی و پنهانیش که به هیچ کس جز خودش مربوط نبود. برونو با لحنی مؤدبانه اما مستعسل پرسید چه می‌کند؟ اما ماریا تنها به مادرش که در آستانه در ظاهر شده بود اشاره کرد. مادرش زنی قد بلند با موهای قرمز بلندی بود که پشت سرش در یک تور جمع شده بود و دستانش را با اضطراب به هم می‌پیچید. دور چشمانش سرختر از حد معمول بود، درست مانند چشمان خود برونو وقتی که شیطنتی می‌کرد به دردسر می‌افتاد و در آخر به گریه می‌افتاد. در اتاق ناهارخوری برونو با نگرانی از مادرش پرسید که آیا به دلیل شیطنت‌های اخیر در حال تنبیه شدن و فرستاده شدن به جای دیگر است؟ مادرش سعی کرد این جابجایی را یک ماجراجویی بزرگ جلوه دهد و توضیح داد که این تصمیم به شغل بسیار مهم پدرش مربوط است و مردی که او را استخدام می‌کند از او خواسته به جای دیگری برود. این توضیح برونو را بیش از پیش سردرگم کرد. او شغل پدرش را با شغل پدران دوستانش مقایسه می‌کرد. پدر کارل سبزی فروش، پدر دانیل معلم و پدر مارتین یک سرآشپز بود. اما او هرگز به درستی نمیدانست شغل پدر خودش چیست جز اینکه مردی مهم با یونیفرمی فوق‌العاده است. این لحظه نمونه بارزی از بیخبری معصومانه او از نقش خانواده‌اش در دنیای بزرگسالان بود. بزرگترین نگرانی او ترک کردن برلین، مدرسه‌اش و از همه مهمتر 3 دوست صمیمی‌اش، کارل، دانیل و مارتین بود. وقتی نگرانی را با مادرش در میان گذاشت، او با بی‌اعتنایی دستش را در هوا تکان داد و گفت که دوستان دیگری پیدا خواهد کرد. اما برای برونو این 3 پسر بهترین دوستان تمام عمرش بودند و این جدایی برایش غیرقابل تصور بود. برونو عاشق خانه‌شان در برلین بود. یک ساختمان 5 طبقه زیبا که بهترین سرگرمیش سرخ خوردن روی نرده بی‌نظیر آن بود. نرده‌ای که از بالاترین طبقه تا همکف امتداد داشت. این واقعیت که پدر بزرگ و مادر بزرگش در همان نزدیکی زندگی می‌کردند، بهترین چیزهای خانه بود. با ناراحتی به این فکر کرد که آیا خانه جدید نیز چنین نرده‌ای برای ماجراجویی‌هایش خواهد داشت یا نه. همانطور که به سمت اتاقش می‌رفت، صدای بلند مشاجره پدر و مادرش را از پشت در بسته دفتر کار پدر شنید. دفتری که ورود به آن همیشه و تحت هر شرایطی ممنوع بود. صدای بلند پدر که بر صدای مادر غلبه کرد و سپس سکوت، نشان از پایان یک دور از زندگی آرام او داشت. این پایان فصل زندگی در برلین و آغاز سفری به مقصدی نامعلوم و ناخوشایند بود. خانه جدید. با دیدن خانه جدید، چشمان برونو از حیرت گشاد شد. دهانش به شکل حرف او درآمد و بازوهایش در کنار بدنش خشک شد. این خانه، این مکان دقیقاً نقطه مقابل تمام چیزهایی بود که او در زندگیش دوست داشت و میشناخت. شوک و ناباوری اولین احساسی بود که در وجودش ریشه دوانید.
تفاوت میان دو خانه عمیق و آزاردهنده بود. خانه برلین در خیابانی آرام و زیبا در کنار خانه‌های بزرگ دیگر قرار داشت. خیابان‌ها پر از جنب و جوش، غرفه‌های میوه و سبزیجات و میزهایی بود که در پیاده‌رو چیده شده بودند و مردان و زنان پشت آنها می‌نشستند، نوشیدنی‌های کف‌آلود می‌نوشیدند و با صدای بلند می‌خندیدند. اما خانه جدید تنها و منزوی در مکانی خالی و متروک ایستاده بود. هیچ خانه، خانواده یا مغازه‌ای در اطرافش نبود. وقتی برونو چشمانش را می‌بست، تنها حسی از پوچی و سرما او را در بر می‌گرفت. این خانه فقط 3 طبقه داشت و هیچ گوشه و کنار پنهانی برای اکتشاف و ماجراجویی در آن پیدا نمی‌شد. دردی در معده و بغضی در گلو، تمام احساس برونو در اتاق جدیدش بود. او در حین صحبت با ماریا و شکایت از شغل پدرش، ناگهان متوجه باز شدن در اتاق پدر و مادرش شد. یک سرباز جوان با موهای بلند از اتاق بیرون آمد. نگاه جدی و سرد سرباز و واکنش ماریا که خود را جمع کرد و به زمین خیره شد، حسی از ترس را در فضا پراکند. پس از رفتن سرباز، ماریا به آرامی به برونو هشدار داد: اگر جای تو بودم از سربازها دوری می کردم. در گوشه اتاق یک پنجره توجه برونو را جلب کرد. با این امید که شاید بتواند از آنجا برلین را ببیند، آهسته به سمتش قدم برداشت. صورتش را به شیشه چسباند تا منظره بیرون را ببیند. این بار نیز چشمانش گشاد شد و دهانش به شکل حرف او درآمد. اما دستانش در کنار بدنش باقی ماند، زیرا آنچه دید باعث شد احساس سرمایی شدید و ناامنی عمیقی وجودش را فرا بگیرد. آنچه برونو دید آغازگر درک تدریجی واقعیتی وحشتناک بود که خواهرش نیز به زودی با آن روبرو می‌شد. مورد ناامید کننده. گرتل خواهر بزرگتر برونو از دید او یک مورد حسابی ناامید کننده بود. او 3 سال بزرگتر بود و همیشه خود را مسئول و دانای کل می‌دانست. مجموعه بزرگ عروسک‌هایش که روی قفسه‌ها چیده شده بودند، همیشه به نظر می‌رسید که برونو را زیر نظر دارند و تمام حرکاتش را به گرتل گزارش می‌دهند. برای اولین بار برونو و گرتل در مورد یک چیز با هم توافق داشتند. هر دو از خانه جدید متنفر بودند. گرتل به برونو گفت که نام این مکان آوتویت یعنی بیرون است. این نام نمونه‌ای تأثیرگذار از تلاش کودکان برای تحمیل یک منطق ساده و قصه‌وار بر واقعیتی بیرحم بود. وقتی برونو با سردرگمی پرسید معنی آن چیست، گرتل با اطمینان کودکانه توضیح داد: حتماً یعنی بیرون با آدم‌های قبلی، چون کارشان را خوب انجام نداده اند، آنها را بیرون کرده اند و پدر را آورده اند تا کار را درست انجام دهد. در میان گفتگوهایشان برونو به آرامی گفت: فکر نمی کنم بچه‌های دیگر اصلاً دوستانه به نظر برسند. گرتل که هیچ بچه دیگری در آن اطراف ندیده بود، با سردرگمی کامل به او خیره شد. برونو برای اینکه نشان دهد چه میگوید، بی تفاوت به سمت پنجره اتاق گرتل رفت. اما از آنجا تنها نمایی از جنگل و چند سرباز دیده میشد. منظره‌ای که او از آن حرف میزد تنها از پنجره اتاق خودش پیدا بود. گرتل که کنجکاویش برانگیخته شده بود به دنبال برونو به اتاق او رفت. برونو دوباره کنار پنجرش ایستاد و به بیرون اشاره کرد. گرتل با تردید نزدیک شد، چیزی در رفتار برادرش او را عصبی کرده بود. او برونو را کنار زد و به بیرون نگاه کرد. آفتاب برای لحظه‌ای چشمانش را زد، اما پس از لحظه‌ای چشمانش به نور عادت کرد و دقیقاً همان چیزی را دید که برادرش دربارش صحبت می‌کرد. آنچه از پنجره دیدند. کنجکاوی و سردرگمی اولین حسی بود که برونو و خواهر بزرگترش گرتل هنگام نگریستن از پنجره اتاق خواب جدید برونو تجربه کردند. این لحظه اولین رویارویی آنها با واقعیت جدیدشان بود. واقعیتی که در پس پرده‌ای از راز و معصومیت کودکانه پنهان شده بود. برونو که هرچه آن بیرون بود را اول از همه کشف کرده بود، در دلش احساس رضایت خاموشی می کرد. گویی
پادشاه سرزمینی شده بود که خواهرش تنها رعیت دونپایه آن بود. منظره‌ای که در ابتدا می‌دیدند به طرز فریبنده‌ای آرام و دلنشین بود. باغچه‌ای بزرگ و پر از گل که با چنان دقتی در بخش‌های مرتب کاشته شده بود که گویی باغبانش می‌دانست کاشتن گل در چنین مکانی مانند روشن کردن شمعی کوچک در گوشه قلعه‌ای عظیم در یک خلنگزار مه‌آلود در یک شب تاریک زمستانی است. کمیان سوتر پیاده‌روی دلپذیر و نیمکتی چوبی قرار داشت که گویی برای نشستن زیر آفتاب و خواندن کتاب ساخته شده بود. اما این تصویر آرام تنها پیش درآمدی بود برای آنچه در ادامه انتظارشان را می‌کشید. درست 20 قدم آن سوتر همه چیز تغییر می‌کرد. یک حصار عظیم سیمخاردار در امتداد خانه کشیده شده بود. ارتفاعش حتی از خود خانه نیز بلندتر بود و تیرک‌های چوبی بزرگ شبیه به تیرهای تلگراف آن را نگه داشته بودند. در بالای حصار کلاف‌های غول پیکر سیمخاردار به صورت مارپیچ در هم تنیده بودند. با دیدن این صحنه گرتل دردی تیز و غیر منتظره در درون خود حس کرد. آن سوی حصار هیچ اثری از سبزی و تراوت نبود. تنها زمینی شنی، کلبه‌های کوتاه، ساختمان‌های مربعی بزرگ و چند دودکش در دوردست دیده می‌شد. گرتل با دهانی باز پرسید: آنها کی هستند؟ چرا هیچ دختر یا مادر بزرگی آنجا نیست؟ او که 12 سال داشت و یکی از باهوشترین دختران کلاسش به شمار می‌رفت، لب‌هایش را به هم فشرد، چشمانش را تنگ کرد و مغزش را به کار انداخت تا آنچه را می‌دید درک کند. سرانجام با لحنی پیروزمندانه تنها توضیح ممکن را یافت: اینجا باید حومه شهر باشد، جایی که کشاورزان زندگی می‌کنند و برای ما غذا می‌فرستند. اما برونو با این نظریه مخالف بود. او با زیرکی و واقع‌گرایی که از خواهر بزرگترش پیشی گرفته بود، استدلال کرد: اگر اینجا مزرعه باشد، پس حیوانات کجا هستند؟ و فکر نمی‌کنم در این همه خاک بتوان چیزی کاشت. گرتلس جوابی برای این سوالات نداشت، سکوت کرد. هر دو به این نتیجه رسیدند که آنجا نه مزرعه است و نه خانه تفریحیشان. سپس دو کودک شانه به شانه به تماشای مردم پشت حصار ایستادند. صدها نفر از پیر و جوان در حال حرکت بودند. گروه بی حرکت ایستاده بودند و سربازی بر سرشان فریاد می‌کشید. گروه دیگر فرغونها را از یک سوی اردوگاه به سوی دیگر هل می‌دادند. برخی دیگر با سرهای باند پیچی شده و با عصا راه می‌رفتند. در گوشه‌ای سربازان بر سر گروهی از کودکان فریاد می‌زدند و وقتی بچه‌ها در یک صف مرتب ایستادند، سربازان شروع به خندیدن و تشویق کردند. گرتل در حالی که این واقعیت را نادیده می‌گرفت که برخی از کودکان حتی هم‌سن و سال‌های خودش به نظر می‌رسید گریه می‌کنند، گفت: حتما نوعی تمرین است. سپس با لحنی مصمم اضافه کرد: اینها بچه‌هایی نیستند که من بخواهم با آنها بازی کنم. آنها کثیف به نظر می‌رسند. انگار در تمام عمرشان حمام نکرده‌اند. در این لحظه فکر نهایی به ذهن برونو خطور کرد. تمام افراد پشت حصار، پسران کوچک، پسران بزرگ، پدران، پدر بزرگ‌ها، همگی لباس‌های یکسانی پوشیدند. یک پیژامه راه خاکستری با یک کلاه راه خاکستری. این کشف عجیب او را مصمم کرد تا برای یافتن پاسخ با تنها کسی که میتوانست، یعنی پدرش، صحبت کند. بدون استثنا و همیشه دور از دسترس. تصمیم برونو برای صحبت با پدرش تنها راه حل ممکن به نظر می رسید. او به یاد آخرین روزهایشان در برلین افتاد. زمانی که مادرش با حالتی عجیب زیر لب گفته بود: ما هرگز نباید میگذاشتیم فیورر برای شام بیاید، و با دیدن ماریا خدمتکارشان دست پاچه شده بود. در ایستگاه قطار تضادی آشکار وجود داشت. قطار آنها بسیار راحت و خلوت بود، در حالی که قطار دیگر در سکوی مقابل مملو از جمعیت بود. هر دو قطار به یک سمت به سوی شرق در حرکت بودند.
برای لحظه‌ای برونو به این فکر افتاد که از سکو عبور کند و به آن مردم بگوید که در واگن آنها صندلی‌های خالی زیادی وجود دارد. اما چیزی به او گفت که این کار یا مادر را عصبانی می‌کند یا گرتل را، که دومی بدتر بود. حالا در خانه جدید برونو از بالای پله‌ها می‌دید که پدرش در میان 5 افسر دیگر ایستاده است. او همواره نسبت به پدرش حسی از ترس و احترام توامان داشت. افسران از اشتباهات، نظم و انضباط و اعداد حرف می‌زدند. ناگهان پدر دستش را بالا برد و همه ساکت شدند. گویی رهبر یک گروه کور 4 نفره است. او با صدای پرطنین خود گفت: آقایان، گذشته است. ما اینجا یک شروع تازه داریم، اما بگذارید این شروع از فردا باشد. فعلا باید به خانواده‌ام رسیدگی کنم. پس از خداحافظی نظامی افسران، برونو با تردید اما شجاعانه به سوی دفتر پدر که همیشه دور از دسترس و بدون استثنا بود قدم برداشت. دفتر پدر مکانی با ابهت و با عظمت بود. سقفی بلند، قفسه‌هایی از چوب ماهون تیره که دیوارها را پوشانده بود و یک میز بلوط عظیم در مرکز آن. پدر با لبخندی گرم از برونو استقبال کرد، اما پسرک همچنان مبهوت شکوه اتاق بود. پس از چند لحظه سکوت پدر پرسید: خب نظرت چیست؟ خانه جدید رو دوست داری؟ برونو با شجاعت و صداقت پاسخ داد: نه، فکر میکنم باید به خانه برگردیم. لبخند پدر کمی محو شد. او با ملایمت استدلال کرد: خانه یک ساختمان یا خیابان یا شهر نیست. خانه جایی است که خانواده حضور دارد. اینطور نیست؟ بنابراین اینجا باید خانه ما باشد. اما برونو قانع نشد و سؤال جسورانه تری پرسید: آیا کار اشتباهی انجام دادید؟ چیزی که فیوری را عصبانی کرده باشد؟ پدر ابتدا خندید، اما سپس چهرهش سنگی شد. تنش در گفتگو بالا گرفت وقتی پدر با صدای بلندتر گفت که برونو باید شرایط را بپذیرد. پسرک فریاد زد: نمیخوام قبول کنم. در نهایت پدر با آرامش اما قاطعیت به بحث پایان داد. برونو قبل از خروج از دفتر آخرین سوالش را پرسید: آن همه آدمان بیرون چه کسانی هستند؟ پدر که ابتدا فکر می‌کرد منظور پسرش سربازان هستند، پس از توضیح برونو با لبخندی خفیف و لحنی سرد پاسخ داد: آن آدم‌ها. خب آنها اصلاً آدم نیستند برونو، حداقل نه آنطور که ما این واژه را می‌فهمیم. آنها هیچ ربطی به تو ندارن. تو هیچ وجه اشتراکی با آنها نداری. با این پاسخ گیج کننده برونو دفتر را ترک کرد. او همانطور که پدر یادش داده بود ادای احترام نظامی کرد و گفت: های هیتلر، که گمان می‌کرد روش دیگری برای گفتن فعلا خدا نگهدار بعد از ظهر خوبی داشته باشید است. اما قلبش همچنان سرشار از نارضایتی و سردرگمی بود و می‌دانست که باید به دنبال پاسخ‌های بیشتری در جای دیگری بگردد. خدمتکار زیاده‌خواه. چند روز بعد برونو روی تختش دراز کشیده بود و به سقف ترک خورده خیره شده بود. او از همه چیز در اوتویت متنفر بود. در همین حال ماریا خدمتکار خانواده وارد اتاق شد. برونو که به دنبال یک همدرد میگشت از او پرسید: اینجا افتضاح است، اینطور نیست؟ تو هم از اینجا متنفری؟ ماریا در پاسخ دادن تردید کرد و به جای جواب مستقیم از باغ زیبای خانه برلین یاد کرد. برونو اصرار ورزید: همه ما در یک قایق هستیم و قایقمان سوراخ است. برای لحظه‌ای به نظر می رسید ماریا می خواهد حرف دلش را بزند، اما منصرف شد. نقطه عطف گفتگو زمانی بود که برونو با عصبانیت زیر لب گفت: پدر احمق. چشمان ماریا از وحشت گشاد شد. برونو که منتظر بود ماریا با او همدردی کند، با دفاع قاطع او از پدرش غافلگیر شد. همانطور که به ماریا نگاه می‌کرد، برای اولین بار دریافت که هرگز او را به عنوان شخصی با زندگی و تاریخچه‌ای مختص به خود در نظر نگرفته بود. او هم باید افکاری در سر و دوستانی برای دلتنگی می‌داشت. ماریا با لحنی جدی او را مردی خوب خواند و داستانی از گذشته تعریف کرد. مادر ماریا خیاط مخصوص مادر بزرگ برونو در تورهای هنریش بود و لباسهای با شکوهی برای او می‌دوخت.
پس از بازنشستگی مادر بزرگ، پدر برونو به ماریا کار، خانه و غذا داد. وقتی مادر ماریا به شدت بیمار شد، پدر برونو تمام هزینه‌های بیمارستان و حتی مراسم تدفین او را از جیب خود پرداخت کرد. با شنیدن این داستان، برونو به پدرش افتخار کرد. اما لحظه‌ای بعد ماریا به سمت پنجره رفت و به اردوگاه خیره شد. صدایش لرزید و جمله‌اش را ناتمام گذاشت. او مهربانی زیادی در روحش دارد، واقعاً دارد، که باعث می شود از خودم بپرسم که او چطور می تواند؟ در همین لحظه گرتل با سر و صدا وارد اتاق شد و با لحنی گستاخانه به ماریا دستور داد که حمامش را آماده کند. برونو در دفاع از ماریا گفت: او اینجا نیست که فقط کارهای ما را انجام دهد، و با خواهرش درگیر شد. پس از رفتن گرتل، ماریا با اضطراب به برونو هشدار داد که هرگز نباید افکارش را با صدای بلند بگوید. او با صدای لرزان و نگران التماس کرد: فقط در موردش ساکت بمان برونو. باید همگی خودمان را در امان نگه داریم تا همه اینها تمام شود. این هشدار برونو را مضطرب کرد. او ناگهان تمایل شدیدی به گریه کردن پیدا کرد و احساس کرد که حتی ماریا نیز برایش غریبه شده است. برای فرار از این حس با عجله از خانه بیرون زد و در محوط شروع به دویدن کرد. از دور دروازه‌ای را می‌دید که به خانه ختم می‌شد، اما می‌دانست که ایده فرار و تنها ماندن حتی از ماندن در آوتفیت نیز ناخوشایندتر است. چگونه مادر افتخار کاری را که انجام نداده بود به نام خود تمام کرد. پس از گذشت چند هفته از ورود به آوشویتس، دلزدگی و بی‌حوصلگی عمیقی برونو را فرا گرفته بود. بدون هیچ چشماندازی برای دیدار با دوستانش و در انزوای محض به این نتیجه رسید که باید راهی برای سرگرم کردن خود بیابد، وگرنه به آرامی دیوانه خواهد شد. این بی‌حوصلگی جانکاه کاتالیزوری بود که او را به سوی ماجرایی سوق داد که پایانی غیرمنتظره داشت. برای مقابله با این جنون تدریجی، برونو تصمیم گرفت با یک لاستیک کهنه برای خود تابی بسازد. این فکر خاطره آقای رولر را در ذهنش زنده کرد. مردی در برلین که به دلیل آسیب‌های روحی ناشی از جنگ بزرگ رفتارهای عجیبی از خود نشان می‌داد. او با خودش جر و بحث می‌کرد، به سایش مشت می‌زد تا جایی که دستانش خون‌آلود می‌شد و حتی یک بار گربه‌ای را به صرف چای عصرانه دعوت کرده بود. مادرش به او توضیح داده بود که رنج‌های جنگ آن مرد مهربان را به این روز انداخته است. برونو مصمم بود قبل از آنکه او نیز مانند آقای رولر دیوانه شود، باید کاری مفید برای ذهن خود انجام دهد. برای پیدا کردن لاستیک، برونو ناچار شد از ستوان کوتلر کمک بخواهد، افسر جوانی که فضایی سرد و زننده پیرامونش حاکم بود. یونیفرمش چنان بی‌نقص بود که گویی در حین پوشیدنش اتو شده بود. چکمه‌های سیاهش برق می‌زد و موهای بلندش با چیزی شبیه به یک مزرعه شخم زده در جای خود ثابت شده بود. او آنقدر اتکلون به خود می‌زد که برونو می‌ترسید اگر در مسیر باد او بایستد از هوش برود. در آن صبح آفتابی، کوتلر را در حال گفتگو با خواهرش گرتل یافت. گرتل که شیفته ستوان بود، با صدایی ساختگی می‌خندید و موهایش را دور انگشتانش می‌پیچید. برونو با اکراه به آنها نزدیک شد. صبح بخیر مرد کوچک، ستوان کوتلرین را گفت و با حرکتی زننده دستش را میان موهای برونو کشید. برونو که از این حرکت منزجر شده بود، با دلخوری پرسید: میخواستم بدانم آیا لاستیک یدکی در این اطراف پیدا می شود؟ پاسخ تمسخرآمیز کوتلر خنده دوباره گرتل را در پی داشت. خب او کاملا اشتباه می کرد، نه؟ گرتل با لحنی چاپلوسانه گفت و برونو با انزجار به اون نگاه کرد. ناگهان چشم ستوان کوتلر به پاول افتاد، پیرمردی که هر روز برای پوست کندن سبزیجات با آشپزخانه می آمد. کوتلر با لحنی گستاخانه و بیرحمان او را صدا زد. هی تو! فریاد زد و کلمه ای را به کار برد که برونو معنایش را نمی فهمید. بیا اینجا تو! او دوباره آن کلمه را تکرار کرد
و چیزی در صدای خشن آن باعث شد برونو نگاهش را برگرداند و از اینکه بخشی از این ماجرا بود احساس شرمندگی کند. کتلر با تحقیر به پاول دستور داد که برونو را به انبار ببرد و در پیدا کردن لاستیک به او کمک کند. سپس با لحنی گزنده اضافه کرد: وقتی به آشپزخانه برگشتی مطمئن شد دستهایت را بشوی قبل از اینکه به غذا دست بزنی. تو کثافت. چند ساعت بعد برونو با موفقیت تاب را ساخته بود و با خوشحالی تاب می‌خورد. اما در یکی از حرکت‌ها کنترلش را از دست داد و با صورت به زمین افتاد. همه چیز برای لحظه‌ای سیاه شد. وقتی به خود آمد، زانویش زخمی عمیق برداشته بود و به شدت خونریزی داشت. قبل از آنکه وحشت بر او غلبه کند، پاول که از پنجره آشپزخانه شاهد حادثه بود، به سرعت به کمکش شتافت. او برونوی گیج را بلند کرد و به داخل آشپزخانه برد. با صدای آرام که فوراً به برونو احساس امنیت داد گفت: داشتی خیلی بالا می‌رفتی. پاول، مردی ریزنقش و لاغر با انگشتانی کشیده و چهره‌ای استخوانی که انگار زمانی ریش داشته، با ملایمت زانوی زخمی او را روی یک چارپایه گذاشت. جعبه کمک‌های اولیه را آورد و با دقت زخم را تمیز و پانسمان کرد. در حالی که پاول مشغول مداوای او بود، گفتگوی میانشان شکل گرفت. برونو که از آرامش و مهارت پاول شگفت زده شده بود، با لحنی که کمی هم در آن گستاخی بود گفت: خب، شما از کجا می‌دانید؟ شما که دکتر نیستید. پاول برای لحظه‌ای دست از کار کشید، به او نگاه کرد و پس از مکسی طولانی پاسخ داد: چرا؟ هستم. برونو با ناباوری به او خیره شد. این موضوع هیچ معنایی برایش نداشت. اما شما پیشخدمت هستید؟ شما سبزیجات را برای شامپوست می‌کنید. چطور می‌توانید دکتر هم باشید؟ پاول با وقار پاسخ داد: مرد جوان، من قطعاً یک دکتر هستم. فقط به این دلیل که مردی شبها به آسمان نگاه می‌کند ستاره شناس نمی‌شود، می‌دانی؟ او توضیح داد که قبل از آمدن به اینجا طبابت می‌کرده است. وقتی برونو با هیجان گفت که می‌خواهد کاشف شود، پاول برایش آرزوی موفقیت کرد. در همین لحظه مادر از راه رسید و با دیدن پاول که زخم برونو را پانسمان کرده بود، به وضوح معذب شد. او فوراً برونو را به اتاقش فرستاد، اما قبل از اون که برونو از آشپزخانه خارج شود، آخرین جمله مادرش به پاول را شنید که همه چیز را تعقیب داد. اگر فرمانده پرسید، میگوییم که من زخم برونو را تمیز کردم. این جمله خودخواهان برونو را گیج کرد. او نمیفهمید چرا مادرش میخواهد افتخار کاری را که پاول با مهربانی انجام داده بود به نام خود تمام کند. این سردرگمی او را به دنیای خاطراتش از خانواده و روابط پیچیده‌ایشان در برلین فرو برد. چرا مادر بزرگ با عصبانیت خانه را ترک کرد؟ در تنهایی و انزوای آشویتز، برونو بیش از همه دلتنگ پدر بزرگ و مادر بزرگش بود. پدر بزرگ پیرمردی نزدیک به 73 سال صاحب یک رستوران بود. اما مادر بزرگ زنی 62 ساله با موهای بلند قرمز و چشمانی سبز که ادعا می‌کرد رگ و ریشه ایرلندی دارد، سرشار از زندگی و شور بود. او که در جوانی خواننده کنسرت بود، در مهمانی‌های خانوادگی همیشه مرکز توجه بود. کنار پیانو پرسه می‌زد تا کسی بنشیند و از او بخواهد آواز بخواند. سپس با نمایشی ساختگی می‌گفت: آواز می‌خواهید؟ و پس از اصرار مهمانان با شوخ طبعی به پیانیست می‌گفت: زندگی به رنگ صورتی، در می بمول مینور و سعی کن از قافله عقب نمانی. مادر بزرگ عادت داشت برای هر کریسمس نمایشی کوتاه بنویسد و برای برونو و گرتل کارگردانی کند. بهترین بخش این نمایش‌ها لباس‌هایی بود که مادر بزرگ با دستان خودش برایشان می‌دوخت. برونو همیشه نقش یک شاهزاده، یک شیخ عرب یا حتی یک گلادیاتور رومی را بازی می‌کرد. اما آخرین کریسمس آنها به یک فاجعه ختم شد. پدر به تازگی به درجه فرمانده ارتقا یافته بود و در آن شب برای اولین بار یونیفرم جدید و پرزرق و برقش را به تن کرد. پدر بزرگ با غرور به پسرش نگاه می کرد. اما مادر بزرگ تنها کسی بود که تحت تاثیر
قرار نگرفته بود. پس از اجرای نمایش، مشاجره‌ای تلخ در گرفت. مادر بزرگ با انزجار به یونیفرم پدرش اشاره کرد و گفت: لباس پوشیدی مثل یک عروسک خیمه شب بازی. ایستاده ای آنجا در یونیفرمت، انگار که تو را آدم خاصی می کند. حتی برایت مهم نیست که معنایش چیست، نماد چیست. پدر بزرگ با افتخار از پسرش دفاع کرد و گفت: این باعث افتخار من است که تو را در چنین موقعیت مسئولی ببینم، در حال کمک به کشورت تا غرورش را پس از تمام بی‌عدالتی‌های بزرگی که در حقش شد باز پس گیرد. اما این حرفها خشم مادر بزرگ را شعله ورتر کرد. وقتی مادر سعی کرد با اشاره به خوش‌تیپ بودن پدر در یونیفرم فضا را تلطیف کند، مادر بزرگ با صدایی که به طرز شگفت‌آوری نامفهوم شده بود فریاد زد: خوش‌تیپ؟ دختر احمق! آیا این چیزی است که در دنیا برایت اهمیت دارد؟ خوش‌تیپ به نظر رسیدن؟ در میانه این بگو مگو، مادر بچه‌ها را به طبقه بالا فرستاد. برونو و گرتل بالای پله‌ها نشستند تا به مکالمات گوش دهند. چند دقیقه بعد در با شدت باز شد و مادر بزرگ در حالی که کتش را برمی داشت از خانه خارج شد. قبل از کوبیدن در آخرین فریادش را کشید: دیدن تو در آن یونیفرم باعث می شود بخواهم چشمهایم را از کاسه در بیاورم. این خاطره تلخ برونو را در زمان حال به خود آورد. او که از آخرین دیدارشان فرصت خداحافظی با مادر بزرگ را پیدا نکرده بود، تصمیم گرفت برایش نامه‌ای بنویسد. در آن نامه از دلتنگیش، از خانه جدید و حصارهای بلندش و بیش از همه از مردمی که با پیژامه‌های راه در آن سوی حصارها زندگی می‌کردند نوشت. برونو به یاد می‌آورد که قبلاً از اکتشاف لذت می‌برد. پس از چند هفته زندگی در آشویتز به یک روال یک نواخت و کسل کننده تبدیل شده بود. اما با ورود معلم جدیدی به نام آقای لیست، این روزمرگی دستخوش تغییری نامحسوس شد. آقای لیست مردی بود که در چشمانش خشمی نهفته دیده میشد و فلسفه تدریس او با علایق برونو کاملاً در تضاد بود. آقای لیست به تاریخ و جغرافیا علاقه‌مند بود و کتاب‌های داستان و هنر را بیفایده می‌دانست. او معتقد بود برونو باید درباره سرزمین پدری بیاموزد. در یکی از جلسات درس با لحنی مرموز به برونو گفت: من اینجا هستم تا سرت را از کتاب‌های داستان بیرون بیاورم و بیشتر درباره اصلیتت به تو بیاموزم، درباره بی‌عدالتی‌های بزرگی که در حق شما شده است. برونو تصور کرد که منظور آقای لیست اجبار آنها به ترک خانه راحتشان در برلین و آمدن به این مکان وحشتناک است. درس‌های آقای لیست برخلاف نیتش خاطره‌ای قدیمی را در ذهن برونو بیدار کرد: عشق به اکتشاف. او با خود فکر کرد: وقتی بچه بودم از اکتشاف لذت می بردم. من هرگز اینجا اکتشافی نکردم. شاید وقتش رسیده که شروع کنم. این فکر مانند جرقه‌ای او را از کرختی و بیعملی بیرون کشید. برونو ماها بود که از پنجره اتاقش به آن سوی حصارها نگاه می کرد. او دو گروه از انسانها را می دید. سربازانی که یونیفرم‌های اتو کشینه به تن داشتند و مردمی که پیژامه‌های راه و کلاه‌های پارچه‌ای می‌پوشیدند. او با خود فکر کرد: تفاوت دقیقاً در چیست؟ و چه کسی تصمیم می‌گیرد کدام آدم‌ها پیژامه راه بپوشند و کدام آدم‌ها یونیفرم؟ اغلب می‌دید که این دو گروه با هم مخلوط می‌شوند. هر وقت سربازا نزدیک می‌شدند، آدم‌های پیژامه پوش به سرعت خبردار می‌ایستادند. گاهی به زمین می‌افتادند و گاهی دیگر حتی بلند نمی‌شدند و مجبور بودند آنها را کشان ببرند. این سوالات معصومانه که تا آن روز هرگز به ذهنش خطور نکرده بود، کنجکاوی او را برای کشف حقیقت دوچندان کرد. برونو مصمم شد. از کمد لباسهایش یک پالتوی کهنه و یک جفت چکمه قدیمی بیرون آورد. لباسهایی که به نظرش یک کاشف واقعی می پوشید.
قبل از آن که سفرش را در امتداد حصارها آغاز کند، آخرین اقدامش رفتن به سمت نیمکتی بود که همیشه از دور می‌دید. برای اولین بار نوشته‌های روی پلاک برنزی کوچک آن را خواند. تقدیم شده به مناسبت گشایش کمپ آشویتس ژوئن 1940. برونو پس از خواندن پلاک نفس عمیقی کشید و سفر اکتشافی خود را آغاز کرد. او با قدم‌هایی مصمم در امتداد حصار بلند راه افتاد. در اعماق وجودش می‌دانست که در حال شکستن قانونی است که پدر و مادرش بارها به او گوشزد کرده بودند. اکتشاف در آشویتس بدون هیچ استثنایی ممنوع بود. اما میل به کشف ناشناخته‌ها قوی‌تر از هر ترسی بود. از نقطه تا پسرک، تنهایی و کنجکاوی برونو را به یک پیاده روی طولانی و اکتشافی در امتداد حصار کشوند. او آنقدر راه رفت که خانه‌شان در دوردست کوچک و کوچکتر شد و سرانجام کاملاً از دید محو گشت. حصار بی انتها به نظر می رسید. اما درست زمانی که برونو از گرسنگی خسته شده بود و قصد بازگشت داشت، نقطه‌ای کوچک در دوردست پدیدار شد. به یاد کتابی افتاد که خوانده بود، درباره مردی که در بیابان گم شده بود و از فرط گرسنگی و تشنگی خیال می‌کرد رستوران‌های شگفت انگیز می‌بیند. با خود فکر کرد نکند همان بلا سر او هم آمده است. اما هرچه نزدیکتر می‌شد، آن نقطه به لکه، سپس به توده و بعد به یک شکل تبدیل شد و سرانجام دید که آن شکل یک پسر است. پسرک روی زمین چهارزانو نشسته بود. کاری به کار کسی نداشت و انگار منتظر بود تا کشف شود. برونو با احتیاط نزدیک شد و سلام کرد. پسرک که از برونو کوچکتر بود با حالتی غمگین پاسخ داد. او همان پیژامه راهرایی را به تن داشت که بقیه آدم‌های آن سوی حصار می‌پوشیدند، با یک کلاه پارچه‌ای راه بر سر. کفش و جورابی به پا نداشت و پاهایش خاکی بود. روی بازویش بازوبندی با یک ستاره بسته بود. وقتی سرش را بلند کرد، برونو با چهره‌ای عجیب روبرو شد. پوستش تقریباً خاکستری بود، با چشمانی بسیار درشت به رنگ کارامل که غمی عمیق در آنها موج می‌زد. برونو مطمئن بود که در تمام عمرش پسری به این لاغری و غم‌انگیزی ندیده است. اولین گفتگوهایشان ساده و پر از شگفتی بود. من برونو هستم. پسرک پاسخ داد من شموئل هستم. برونو نام او را تکرار کرد و با لذت گفت شموئل، انگار صدای وزش باده. شموئل هم گفت که نام برونو شبیه صدای کسی است که برای گرم شدن دستایش رو به هم می‌مالد. برونو گفت من هیچ وقت کسی رو به اسم شموئل ندیده بودم. شموئل جواب داد این طرف حصار 10 شموئل هست. کاش اسم داشتم که فقط مال خودم بود. برونو با غرور گفت فکر کنم من تنها برونویی باشم که وجود داره. اوج شگفتی زمانی بود که از سن یکدیگر پرسیدند و فهمیدند که هر دو 9 ساله هستند و روز تولدشان دقیقاً یکیست، 15 آوریل 1934. چشمان برونو از تعجب گرد شد و با هیجان فریاد زد باورم نمیشه، ما موس دوقلوییم. در همان لحظه در دو سوی حصاری که آنها را از هم جدا می‌کرد پیوندی عمیق شکل گرفت. پیوری. چند ماه پیش از این ماجرا اتفاقی افتاد که زندگی خانواده برونو را برای همیشه تغییر داد و اونها را به آتویت کشوند. یک شب پدر با هیجان به خانه آمد و اعلام کرد که فیوری برای شام به خانه‌شان خواهد آمد. برونو پرسید فیوری کیه؟ پدر تلفظ صحیح نامش را به او گفت، اما برونو دوباره آن را اشتباه تکرار کرد. فیوری. پدر که کلافه شده بود بحث را رها کرد. با شنیدن این خبر چشمان ناتر از تعجب گشاد شد و صورتش رنگ باخت. تمام خانه به تکاپو افتاد و مادر دیوانه‌وار دستور تمیزکاری میداد. 1 ساعت قبل از رسیدن مهمانان،
پدر برونو و گرتل را به دفترش فراخواند تا قوانین اصلی را برایشان توضیح دهد. وقتی فیوری رسید، ساکت بایستند و تا وقتی با آنها صحبت نکرده حرفی نزنند و بعد با صدایی واضح و رسا جواب دهند. سپس با نگاهی کاملا خیره به برونو اضافه کرد: هیچ گونه هرج و مرج ایجاد نمی کنید. از سرسره بازی روی نرده‌ها هم خبری نیست. سرانجام مهمانان رسیدند. مردی کوتاه قطر از پدر با سیبیلی کوچک و زنی بسیار زیبا با موهای بلوند و لبهای سرخ به نام اوا. برونو با خود فکر کرد سیبیل آن مرد آنقدر کوچک است که چرا اصلاً به خودش زحمت داده آن را نگه دارد. فیوری که گستاخ‌ترین مهمانی بود که برونو به عمرش دیده بود، بیدرنگ به اتاق غذاخوری رفت و بر صندلی مخصوص پدر نشست. در مقابل اوا با مهربانی با بچه‌ها صحبت کرد و به برونو گفت که کفش‌هایش تنگ به نظر می‌رسند. اما فیوری از اتاق دیگر طوری انگشتانش را به هم زد که انگار یک سگ کوچک را صدا می‌زند و فریاد کشید: اوا! وقتی اوا برای بار دوم با فریاد اوا احضار شد، چشمانش را چرخاند و از بچه‌ها خداحافظی کرد. بعد از رفتن مهمانان، برونو از اتاقش صدای مشاجره بلند پدر و مادرش را شنید. او فقط تک جمله‌هایی را می‌فهمید که حس سردرگمیش را بیشتر می‌کرد. ترک کردن برلین و برای چنین جایی. و این پایان ماجراست. نمی‌خواهم کلمه دیگری در این مورد بشنوم. چند روز بعد داستان آنها در اوتویکت آغاز شد. پاسخ شموئل، روایتی از آن سوی حصار. وقتی برونو پرسید شماها اینجا چه کار می‌کنید؟ شموئل با لحنی غمگین شروع به تعریف داستان زندگیش کرد. او گفت که پیش از این در یک آپارتمان کوچک بالای ساعتسازی پدرش در کراکوف زندگی می‌کردند. پدرم یک ساعت طلایی خیلی قشنگ به من داده بود، ولی دیگه ندارمش. سربازا عجم گرفتن. او ادامه داد: بعد یک روز مادرم برای همه ما بازوبندهایی با طرح یک ستاره دوخت و گفت باید همیشه بیرون از خانه آن را ببندیم. برونو بلافاصله حرفش را قطع کرد و گفت که پدرش هم یک بازوبند قرمز با طرحی سیاه و سفید دارد. شموئل سرش را تکان داد و گفت اما اینها فرق دارن. چند ماه بعد آنها را مجبور کردند خانه‌شان را ترک کنند. برونو با هیجان فریاد زد: این اتفاق برای منم افتاد. اما داستان شموئل شباهتی به داستان او نداشت. آنها به بخش دیگری از کراکوف رفتند که دور تا دارش دیواری بزرگ کشیده بودند و در آنجا خانواده 4 نفرهشان به همراه یک خانواده 7 نفره دیگر، یعنی مجموعاً 11 نفر، مجبور بودند در یک اتاق زندگی کنند. یکی از پسرای اون خانواده لوکا حتی وقتی کاری نکرده بودم منو میزد. یک روزم سربازا با کامیونای بزرگ اومدن و همه رو سواری قطاری کردن. شموئل با مکسی دردناک گفت قطار وحشتناک بود. واگونا خیلی شلوغ بودن، هوا برای نفس کشیدن نبود و بوی خیلی بدی میداد. برونو با همان بیخبری کودکانه گفت برای اینه که شما همه سواری قطار شدین، ما که اومدیم یه قطار دیگه اون طرف سکو بود، باید سوار اون میشدین. شموئل با ناراحتی جواب داد فکر نکنم اجازه میدادن، ما نمیتونستیم از واگن خودمون خارج بشیم. برونو با کلافگی توضیح داد دراش آخر واگونه، درست بعد از بوفه. شموئل با قاطعیت گفت هیچ دری وجود نداشت. داستان شموئل با رسیدن به اردوگاه به پایان رسید. وقتی از قطار پیاده شدند، مادرش را از آنها جدا کردند و او به همراه پدر و برادرش به کلبه‌های آن سوی حصار فرستاده شد. شموئل داستانی هولناک را روایت کرده بود، اما برونو هنوز در دنیای معصومانه خود به سر می‌برد و عمق فاجعه رو درک نمی‌کرد. پس از پایان داستان شموئل، برونو با کنجکاوی پرسید اونجا بازی نمی کنید؟ مثلا فوتبال. او نمی‌توانست بفهمد چرا صدها پسر در یک جا جمع شدند اما بازی نمی کنند. شموئل فقط گفت ما بازی نمی کنیم. وقتی شموئل با حسرت از شکلات حرف زد، برونو بیخیالانه پاسخ داد که شام آنها ساعت 6:30 سرو می شود.
برونو سپس پیشنهاد داد که شموئل یک شب برای شام به خانه اشان بیاید یا او برای دیدن دوستان شموئل به آن سوی حصار برود. شموئل با عصبانیت عقب رفت و گفت تو اون طرف حصاری. برونو خم شد و سیم خاردار را از روی زمین بلند کرد و نشان داد که به راحتی میتواند از زیر آن بخزد. شموئل که ترسیده بود گفت باید برود چون اگر او را آنجا ببینن به درد سر میافتد. وقتی شموئل دور میشد، برونو دوباره متوجه شد که دوست جدیدش چقدر لاغر و کوچک است، اما تصمیم گرفت چیزی نگوید تا او را ناراحت نکند. در راه بازگشت به خانه هیجان زده بود و میخواست هرچه زودتر ماجرای دوست جدیدش را برای همه تعریف کند. اما هرچه به خانه نزدیکتر میشد، بیشتر به این نتیجه میرسید که این کار ایده خوبی نیست. او با خود فکر کرد که شاید خانواده‌اش نخواهند او با شموئل دوست باشد و شاید دیگر به او اجازه ندهند به کنار حصار بیاید. وقتی وارد خانه شد، تصمیم نهاییش را گرفته بود. او این ماجرا را پیش خودش نگه می دارد و کلمه‌ای درباره آن به کسی نمی گوید. این راز مشترک او و شموئل باقی خواهد ماند. بطری شراب. با گذشت هفته‌ها برای برونو آشکار شد که بازگشت به برلین در آینده نزدیک ممکن نیست. او به تدریج با زندگی در آشویتز خو گرفت و از ناراحتیش کاسته شد. نقطه عطف این تغییر دوستی او با شموئل بود. هر بعد از ظهر برونو مسیر طولانی کنار حصار را طی می‌کرد تا با دوست جدیدش صحبت کند و این ملاقات‌ها جای خالی زندگی گذشته‌اش در برلین را پر می‌کرد. یک بعد از ظهر وقتی برونو در آشپزخانه مشغول برداشتن نان و پنیر برای شموئل بود، با ماریا خدمتکار خانه روبرو شد. کنجکاویش در مورد پاول، پیرمردی که سبزیجات را پوست می‌کند و سر میز شام خدمت می‌کند، او را واداشت تا از ماریا بپرسد آیا پاول واقعاً یک دکتر بوده است. چهره ماریا در هم رفت و با احتیاط و ترس پاسخ داد. او تایید کرد که پاول در یک زندگی دیگر پیش از آمدن به آنجا دکتر بوده است. ماریا به شرطی که برونو این راز را پیش خود نگه دارد، قول داد تا هر آنچه را که می‌داند برایش تعریف کند، زیرا افشای آن می‌توانست همه آنها را به دردسر بزرگی بیاندازد. برونو با عجله خود را به کنار حصار رساند و ماجرای پاول را برای شموئل تعریف کرد و گفت که او نیز اهل لهستان است. شموئل با شنیدن این حرف به وسعت دنیای پشت حصار اشاره کرد و گفت اینجا هزاران نفر از ما زندگی می کنند. او در ادامه جمله‌ای تکان دهنده به زبان آورد که برونو معنای کامل آن را درک نکرد. سربازها معمولاً دوست ندارند که مردم بهتر شوند. معمولاً برعکس عمل می کنند. سپس گفتگو به آینده کشیده شد. شموئل آرزو داشت در یک باغ وحش کار کند، اما برونو با قاطعیت اعلام کرد که می‌خواهد مانند پدرش یک سرباز خوب شود. شموئل با این ایده مخالفت کرد و اصرار داشت که هیچ سرباز خوبی وجود ندارد. این جمله باعث تنش مختصری بین دو پسر شد و هر دو برای جلوگیری از مشاجره سکوت کردند. آن شب سوتفان کوتلر برای شام مهمان آنها بود. برونو متوجه ظاهر ضعیف و رنجور پاول شد. دستانش هنگام حمل بشقاب‌ها می‌لرزید و رنگ به چهره نداشت. سر میز گفتگو به درس‌های تاریخ برونو کشیده شد و پدرش با لحنی قاطع گفت ما اینجا در حال اصلاح تاریخ هستیم. سپس سکوت سنگینی بر میز حاکم شد و پدر با آرامشی رباور بازجویی خود را از سوتفان کوتلر در مورد پدرش که یک استاد ادبیات بود و در سال 1938 آلمان را به مقصد سوئیس ترک کرده بود آغاز کرد. با هر سوال چهره کوتلر سرختر و پاسخهایش بریده‌تر می‌شد. پدر با کنایه اشاره کرد که پدر کوتلر ممکن است با سیاست‌های دولت مخالف بوده باشد و او را خائن یا ترسو خواند. در اوج این لحظات پرتنش، پاول که برای پر کردن لیوان سوتفان کوتلر جلو رفته بود، کنترل بطری شراب را از دست داد و محتویات آن مستقیما روی پای سوتفان جوان ریخت. واکنش سوتفان کوتلر به اشتباه پاول وحشیانه و غیرمنتظره بود.
هیچ کس برای متوقف کردن کاری که او بعداً انجام داد مداخله نکرد. حتی اگر هیچ کدامشان نمی توانستند تماشا کنند. این خشونت چنان شدید بود که اشکهای برونو را سرازیر کرد و رنگ از چهره گرتل خواهرش پراند. آن شب برونو در رخت خواب به وقایع شام فکر می‌کرد. او مهربانی پاول را در روزی که از تاب افتاده بود و زانویش را پانسمان کرده بود به یاد آورد و آن را با بی‌عدالتی آن شب مقایسه کرد. دیدن اینکه حتی پدر قدرتمندش نیز برای متوقف کردن آن خشونت هولناک هیچ کاری نکرد، ترسی عمیق در وجودش کاشت. او به این نتیجه رسید که اگر زندگی در آشویتس این گونه است، بهتر است دهانش را بسته نگه دارد و هیچ آشوبی به پا نکند. این درک دردناک از سلسله مراتب قدرت زمینه را برای بزدلی آینده‌اش و پنهان نگه داشتن دوستیش با شموئل فراهم کرد. برونو یک دروغ کاملا منطقی میگوید. دوستی برونو و شموئل عمیق‌تر میشد، اما این رابطه‌ای بود که باید مخفی باقی میماند. برونو نگران دوستش بود. شموئل روز به روز لاغرتر و ضعیفتر به نظر می رسید. یک روز برونو چشم کبود شموئل را دید، نشانی آشکار از خطراتی که دنیای او را احاطه کرده بود، اما شموئل از صحبت کردن در مورد آن امتناع کرد. چند روز بعد باران شدیدی شروع به باریدن کرد و برونو نتوانست به ملاقات دوستش برود. او بی‌حوصله در اتاقش روی تخت دراز کشیده بود که خواهرش گرتل که او را یک مورد ناامید مینامید وارد اتاق شد. گرتل از بی‌حوصلگی شکایت می‌کرد و برونو در تلاش برای همدردی ناگهان لغزش زبانی کرد که می‌توانست همه چیز را خراب کند. باید الان پیش شموئل باشم. او فکر می‌کند من فراموشش کردم. این کلمات سریعتر از آن که بتواند جلویشان را بگیرد از دهانش خارج شدند. گرتل با کنجکاوی و اصرار پرسید که شموئل کیست. برونو که در تنگنا قرار گرفته بود تصمیم گرفت دروغ بگوید. او ادعا کرد که شموئل دوست خیالی اوست. برای اینکه داستانش باورپذیرتر شود به لحظات شرم‌آور گذشته‌اش فکر کرد تا صورتش از خجالت سرخ شود. مانند روزی که در کلاس درس به اشتباه معلمش را مامان صدا زده بود. این ترفند جواب داد و گرتل با تمسخر داستان او را باور کرد. برونو متوجه شد که این دروغ فرصتی است تا بتواند در مورد دوستش صحبت کند. او شروع به بازگو کردن داستان‌های واقعی شموئل در قالب ماجراهای دوست خیالیش کرد. او از خانواده شموئل، مغازه ساعت فروشی پدرش و ماجراهایی که در راه رسیدن به آنجا از سر گذرانده بود گفت. او به دوستانی اشاره کرد که ناگهان ناپدید شده بودند و از همه مهمتر داستان پدر بزرگ شموئل را تعریف کرد که روزی گم شد و پدرش هر بار با یادآوری او به گریه می افتاد. بیان این داستانها با صدای بلند باعث شد برونو برای اولین بار عمق غم و اندوه دوستش را درک کند. او با خود اندیشید. وقتی برونو این حرفا را با صدای بلند تکرار کرد، احساس وحشتناکی به او دست داد که چرا هرگز سعی نکرده بود چیزی برای دلداری شموئل بگوید و در عوض از چیزهای احمقانه‌ای مانند اکتشاف حرف زده بود. این لحظه نقطه عطفی در بیداری وجدان و احساس گناه او بود. گرتل در حالی که اتاق را ترک می‌کرد به برادرش نصیحت کرد که داشتن دوست خیالی اولین نشانه دیوانگی است. برونو تنها ماند و به قطرات باران که به پنجره می‌خورد خیره شد. او به این فکر می‌کرد که آیا شموئل نیز در آن سوی حصار به او فکر می‌کند و دلتنگ گفتگوهایشان است. او نمی‌دانست که ملاقات بعدیشان در شرایطی کاملاً غیر منتظره و خطرناک رخ خواهد داد. کاری که نباید می‌کرد. با نزدیک شدن به جشن تولد پدر، حضور ستوان کوتلر در خانه دائمی شده بود و این موضوع نفرت برونو را از او عمیق‌تر می‌کرد. برونو فهرستی از دلایل انزجارش از ستوان جوان تهیه کرده بود. 1. او هرگز لبخند نمی‌زد. 2. برونو را تحقیرآمیز مرد کوچک خطاب می‌کرد. 3. همیشه با مادرش شوخی می‌کرد و مادرش به جوک‌های او بیشتر از پدر می‌خندید. 4. یک بار سگی را که کنار حصار پارس می‌کرد با خونسردی با گلوله کشته بود. 5.
رفتار وحشیانش با پاول در آن شب شوم را فراموش نکرده بود. 6. تمام رفتارها و حرفهای احمقانه‌ای که گرتل در حضور او از خود نشان میداد. 7. هر وقت پدر به برلین میرفت او طوری در خانه رفتار میکرد که انگار رئیس آنجاست. یک روز بعد از ظهر، برونو در راهرو با سوتوان کوتلر روبرو شد. سوتوان با تمسخر کتاب جزیره گنج را از دستش گرفت و او را تحقیر کرد. در همین لحظه مادر از آشپزخانه بیرون آمد و برای یک گفتگوی خصوصی با سوتوان برونو را به آشپزخانه فرستاد. برونو با خشم وارد آشپزخانه شد و بزرگترین شگفتی زندگیش را تجربه کرد. شموئل آنجا پشت میز آشپزخانه نشسته بود و مشغول پاک کردن دیوانهای کوچک کریستال بود. برونو با ناباوری به دوستش نزدیک شد. شموئل توضیح داد که سوتوان کوتلر او را برای این کار آورده است، زیرا انگشتان کوچکی دارد. در آن لحظه شموئل دستش را دراز کرد. برونو نیز دست خود را کنار دست او گذاشت. تضاد بین دو دست تکان دهنده بود. دست برونو هرچند کوچک، سالم و سرشار از زندگی به نظر می رسید. اما دست شموئل چیزی شبیه به شاخه‌های خشکیده در حال مرگ بود. پوستی خاکستری که روی استخوان‌های نازک کشیده شده بود. این مقایسه بصری برای اولین بار وضعیت فیزیکی هولناک دوستش را با تمام وجود به برونو فهماند و او را سردرگم کرد. برونو در یخچال را باز کرد و تکه‌های مرغ باقی مانده از ناهار را بیرون آورد. گرسنگی در چشمهان شموئل موج می‌زد. وقتی برونو پرسید که آیا گرسنه است، شموئل با طعنه‌ای تلخ پاسخ داد: این سوالی است که هرگز لازم نیست از من بپرسی. برونو که احساس گناه می‌کرد، چند تکه مرغ به دوستش تعارف کرد. شموئل با وحشت به در نگاه کرد و گفت که می‌ترسد سوتوان کوتلر بازگردد. اما برونو اصرار کرد و شموئل که دیگر نمی‌توانست مقاومت کند، تکه‌های مرغ را با سرعت و اضطراب بلعید. درست در همان لحظه سوتوان کوتلر دوباره وارد آشپزخانه شد. او با دیدن دو پسر با خشم به شموئل نزدیک شد و فریاد زد: داشتی غذا می‌خوردی؟ شموئل که از ترس می‌لرزید با صداقت پاسخ داد: نه آقا، او به من داد. او دوست من است. و با چشمانی ملتمس به برونو نگاه کرد. کوتلر با ناباوری به برونو خیره شد و با صدایی بلندتر پرسید: آیا این پسر را می‌شناسی؟ برونو در وحشتی فلج کننده فرو رفت. تمام چیزی که در ذهنش می‌گذشت خاطره شلیک سوتوان به سگ و رفتار وحشیانش با پاول بود. تمام شجاعتش فرو ریخت و با صدایی که به سختی شنیده میشد بزرگترین خیانت زندگیش را مرتکب شد. من هرگز با او صحبت نکردم. من هرگز او را در زندگیم ندیدم. من او را نمیشناسم. موجی از شرم و بزدلی تمام وجود برونو را فرا گرفت. برای نزدیک به 1 هفته شموئل ناپدید شد و برونو هر روز با عذاب وجدان به کنار حصار می رفت. سرانجام در روز 7م شموئل را دید که آنجا نشسته بود. صورتش پر از کبودی بود. برونو با پشیمانی به سوی او دوید و بارها عذرخواهی کرد. من از خودم شرمنده‌ام شموئل. شموئل لبخندی زد و سرش را به نشانه بخشش تکان داد. سپس کاری کرد که تا آن روز هرگز نکرده بود. لبه پایینی حصار را بلند کرد، دست استخوانیش را از زیران دراز کرد و منتظر ماند. برونو نیز دستش را جلو برد. دو پسر دستهای یکدیگر را گرفتند و لبخند زدند. این اولین باری بود که آنها یکدیگر را لمس می‌کردند. لمسی که پیوند دوستیشان را قوی‌تر از هر سیم خارداری دوباره برقرار کرد. مدل موی جدید. نزدیک به 1 سال از روزی که برونو به خانه بازگشت و ماریا را در حال بستن وسایلش دید می‌گذشت و خاطراتش از زندگی در برلین تقریباً به کلی محو شده بودند. اتفاقی ناگهانی و غم‌انگیز باعث شد تا او برای 2 روز آوشویتس را ترک کرده و به خانه قدیمیش بازگردد. مادر بزرگش درگذشته بود و خانواده باید برای مراسم تدفین به برلین می‌رفتند. سفر 2 روزه به برلین برای مراسم خاکسپاری فرصتی بود تا برونو متوجه تغییرات خود شود. او حالا بلندتر شده بود و می توانست از بالای چیزهایی ببیند که قبلا نمی توانست.
در خانه قدیمیشان می توانست بدون نیاز به ایستادن روی نوک پا از پنجره طبقه بالا تمام برلین را تماشا کند. با این حال اندوه عمیقی او را فرا گرفته بود، زیرا دیگر هرگز نمی توانست نمایش‌هایی را که در مناسبت‌ها با مادر بزرگش اجرا می کرد تکرار کند. در مراسم پدر با چشمگیرترین یونیفرم نظامیش آراسته و اتو کشیده حضور داشت، اما عمیقاً غمگین بود. مادر به برونو گفت که دلیل این اندوه دعوای حل نشده پدر با مادر بزرگ پیش از مرگ او بود. در میان تاج گل‌های فراوان یکی از طرف فیوری فرستاده شده بود که باعث افتخار پدر شد، اما مادر معتقد بود اگر مادر بزرگ می‌دانست در گور به خود می‌لرزید. پس از بازگشت به اوشویتس، برونو با دیدگاه تازه به اطرافش نگریست و حس کرد که آنجا به خانه اش تبدیل شده است. او دیگر نگران 3 طبقه بودن خانه در مقایسه با خانه 5 طبقه‌شان در برلین نبود و رفت و آمد سربازان نیز کمتر آزارش میداد. به تدریج متوجه شد که اوضاع آنقدرها هم بد نیست. دلایل این رضایت جدید عبارت بودند از والدینش خوشحالتر به نظر می رسیدند و مادر کمتر به نوشیدنی‌های دارویی بعد از ظهرش پناه می برد. گرتل در دوره‌ای خاص به سر می برد و بیشتر وقتش را در تنهایی می گذراند. سوتوان کوتلر از آنجا منتقل شده بود، اتفاقی که برونو را خوشحال اما گرتل را تسلی ناپذیر کرده بود و مهمتر از همه دوستی مخفیانه‌اش با شیموئل. برونو اغلب گفتگوهایی را آغاز می‌کرد تا خاطره تلخ انکار دوستیش با شموئل را که چند ماه پیش اتفاق افتاده بود و هنوز ذهنش را آزار می‌داد پاک کند. یک روز در کنار حصار به شموئل گفت: این عجیب‌ترین دوستی است که تا به حال داشتم. او توضیح داد که آنها فقط می‌توانند با هم حرف بزنند و هرگز فرصت بازی کردن با هم را ندارند. در پس این کلمات حس گناهی نهفته بود که همچنان با خود حمل می کرد. برونو تصمیم گرفت درباره حصار با گرتل صحبت کند. اتاق گرتل به کلی تغییر کرده بود. 1 ماه پیش گرتل تصمیم گرفته بود که دیگر عروسک‌هایش را دوست ندارد. همه را در 4 کیسه بزرگ ریخته و دور انداخته بود. به جای آنها نقشه‌هایی از اروپا که پدر به او داده بود به دیوارها آویخته و هر روز پس از مطالعه روزنامه سنجاق‌های کوچکی را روی آنها جابجا می‌کرد. گفتگوی آنها سرشار از تنش و اکتشاف بود. وقتی برونو نام آشویتس را به زبان آورد، گرتل با چنان عصبانیتی حرفش را قطع کرد که گویی برونو بدترین اشتباه تاریخ جهان را مرتکب شده است. او بعد با لحنی عاقلاً در صفیح توضیح داد: این حصار برای این نیست که جلوی ما را بگیره که اون طرف نریم، برای اینه که جلوی اونها را بگیره که این طرف نیان. او فاش کرد که آدم‌های آن سوی حصار یهودی هستند. وقتی برونو با معصومیت پرسید: ما یهودی هستیم؟ گرتل دهانش از تعجب باز ماند و با قاطعیت این موضوع را رد کرد. در نهایت وقتی برونو پرسید پس آنها چه هستند، گرتل با رضایت نتیجه گرفت: ما نقطه مقابل هستیم. این گفتگو با فریاد ناگهانی گرتل قطع شد. او یک تخم شپش کوچک در موهایش پیدا کرده بود. مادر با عصبانیت موهای هر دو فرزند را معاینه کرد و مشخص شد که هر دو شپش دارند. پس از استفاده از یک شامپوی مخصوص با بوی وحشتناک، پدر تصمیم گرفت برای اطمینان سر برونو را به طور کامل بتراشد. وقتی برونو در آینه به خود نگریست، احساس بیماری کرد. سرش بیشکل به نظر می رسید و چشمانش در صورت بیمویش بیش از حد بزرگ جلوه می کردند. او تقریباً از تصویر خودش وحشت کرده بود. با اندوه به این نتیجه رسید که حالا چقدر شبیه شموئل شده است. روز بعد وقتی شموئل او را دید، خندید و گفت: فقط چاق‌تر. این تغییر ظاهری مقدمه ای بود بر تغییرات عمیق‌تری که در انتظار خانواده بود. مادر به خواسته‌اش میرسد. در هفته‌های بعد نارضایتی مادر از زندگی در آشویتس به شکل فزاینده‌ای آشکار شد. در حالی که برونو به لطف دوستی با شموئل به زندگی جدیدش خو گرفته بود و آنجا برایش از برلین نیز عزیزتر شده بود، مادر چنین تسکینی نداشت. او دوستی برای گفتگو نداشت و سوتوان کوتلر، تنها کسی که کمی با او صمیمی بود، نیز از آنجا منتقل شده بود.
یک روز بعد از ظهر برونو ناخواسته صدای مشاجره بلند والدینش را از دفتر پدر شنید. مادر فریاد میزد: وحشتناکه، دیگر نمیتوانم تحمل کنم. پدر پاسخ داد: چاره ای نداریم، این مأموریت ماست. اما مادر حرفش را قطع کرد و گفت این مأموریت اوست، نه خانواده. پدر که نگران تعهدش به کار بود گفت: مردم چه فکری خواهند کرد اگر اجازه دهم تو و بچه‌ها بدون من به برلین برگردید؟ درباره تعهد من به کارم سوال خواهند کرد. مادر با خشم پاسخ داد: کار؟ تو به این میگی کار؟ این مکالمه این احتمال را در ذهن برونو زنده کرد که ممکن است به برلین بازگردند و او نمیدانست چه حسی نسبت به این موضوع دارد. از یک سو به یاد می آورد که زندگیش را در برلین دوست داشت، اما می دانست دوستان قدیمیش کارل و آن 2 نفر دیگر که نامشان را فراموش کرده بود احتمالاً او را از یاد بردند. از سوی دیگر به زندگی در آشویتس عادت کرده بود و گفتگوهای روزانه‌اش با شموئل او را سرشار از شادی می کرد. برای چند هفته زندگی به روال عادی ادامه یافت. مادر بیشتر وقت خود را با چرت‌های بعد از ظهر و نوشیدن نوشیدنی‌های دارویی می‌گذراند. گرتل غرق در نقشه‌هایش بود و برونو در سکوت از دوستی مخفیانه‌اش لذت می‌برد، تا اینکه یک روز پدر برونو و گرتل را به دفترش فراخواند. او از آنها پرسید که آیا در آنجا خوشحال هستند؟ گرتل فوراً پاسخ داد که به شدت دلتنگ برلین و دوستانش است. برونو اما با احتیاط و با اشاره غیر مستقیم به شموئل گفت: فکر میکنم هر جا که برم دلم برای آدما تنگ میشه. سرانجام پدر اعلام کرد که تصمیم گرفته شده مادر، گرتل و برونو به برلین بازگردند و توضیح داد شاید اینجا جای بچه ها نباشه. برونو بدون فکر گفت: اینجا صدها بچه هستن، فقط اونها اون طرف حصارن. پس از این جمله سکوتی سنگین و بسیار پر سر و صدا فضا را پر کرد. پدر با نگاهی تیز از او پرسید که از آن سوی حصار چه می‌داند. برونو با احتیاط پاسخ داد که آنها را از پنجره اتاقش می‌بیند. این پاسخ تصمیم پدر را قطعی کرد. او زیر لب گفت که حق با مادر است و وقت آن رسیده که آنها به خانه بازگردند. بدین ترتیب تصمیم نهایی گرفته شد و قرار شد خانواده ظرف 1 هفته به برلین بازگردد. برونو برخلاف انتظارش هیچ هیجانی برای این بازگشت نداشت و تنها چیزی که ذهنش را مشغول کرده بود وحشت از گفتن این خبر به شموئل بود. طراحی آخرین ماجراجویی. روز بعد از اعلام خبر بازگشت به برلین، شموئل کنار حصار نیامد. روز دوم نیز خبری از او نشد. روز سوم برونو با نگرانی شدید منتظر بود که ناگهان نقطه‌ای در دوردست پدیدار شد و به دوستش در پیژامه راه تبدیل گشت. با دیدن چهره غمگین شموئل، برونو فهمید که اتفاقی افتاده است. شموئیل با ناراحتی توضیح داد که پدرش ناپدید شده است. او تعریف کرد که پدرش همراه با چند مرد دیگر برای انجام کار رفته و هیچ کدامشان باز نگشتند. برونو با سادگی کودکانه پیشنهادهایی مانند گم شدن نامه یا فرستاده شدن به شهری دیگر برای کار را مطرح کرد و حتی با احتیاط پیشنهاد داد که از پدرش کمک بخواهد. اما شموئیل این پیشنهاد را رد کرد. او به جلو خم شد، چشمانش تنگ و لبانش از خشم جمع شدند و گفت که سربازان از آنها متنفرند. اونها از ما متنفرند، ولی مهم نیست، چون من هم از اونها متنفرم. ازشون متنفرم. و این جمله را با قاطعیت تکرار کرد. در این میان برونو خبر خود را به شموئل داد. من دارم برمیگردم برلین. چهره شموئل از تعجب و اندوه در هم رفت. آنها درباره قطعی بودن این جدایی صحبت کردند و هر دو از این که هرگز فرصت بازی با یکدیگر را پیدا نکرده بودند افسوس خوردند. برونو با حسرت گفت: کاش میتونستیم با هم بازی کنیم. فقط یک بار. فقط برای یادگاری. در همین لحظه شموئل لبه پایینی حصار را بلند کرد. فضای کافی برای عبور پسری هماندازی برونو وجود داشت. برونو در ابتدا تردید کرد، اما ناگهان فکری به ذهنش رسید. او به سر تراشیده‌اش اشاره کرد و به شموئل یادآوری کرد که چقدر شبیه هم شده‌اند.
نقشه آخرین ماجراجویی به سرعت شکل گرفت. روز بعد شموئل یک دست پیژامه راه برای برونو می آورد. برونو لباسهایش را عوض می کرد، از زیر حصار می خزید و به آن سوی دیگر می رفت تا به شموئل در پیدا کردن پدرش کمک کند. هر دو پسر آن روز با روحیه‌ای بالا به خانه بازگشتند. برونو هیجان زده بود که بالاخره فرصتی برای یک ماجراجویی بزرگ پیدا کرده است. او که تمام این 1 سال دنیای شموئل را فقط از دور و از پنجره اتاقش دیده بود، حالا می توانست پیش از بازگشت به برلین آن سوی حصار را از نزدیک ببیند. شموئل نیز امیدوار بود که با کمک دوستش ردی از پدرش بیابد. در کل این نقشه به نظرشان کاملا منطقی و راهی مناسب برای خداحافظی می آمد. روز بعد چه اتفاقی افتاد؟ روز جمعه آخرین فرصت برای دیدار برونو و شموئل و اجرای نقشه ماجراجویانشان بود. برونو مصمم بود که به دوستش کمک کند تا پدرش را بیابد و دنیای آن سوی حصار را کشف کند. این عزم که از معصومیت مطلق او سرچشمه می گرفت، بی آنکه خود بداند گام نهایی او به سوی فاجعه‌ای بود که داستان را به اوج تراژیک خود می رساند. صبح جمعه با بارانی سیلاسه آغاز شد و برونو را در ابتدا ناامید کرد. اما این واقعیت که آخرین فرصت دیدارشان بود، به او انگیزه داد تا از تصمیمش منصرف نشود. او چکمه‌هایش را پوشید و بارانی سنگین خود را به تن کرد و در مسیر از راه رفتن در گل و لای و خطر لیز خوردن لذت می برد. در همین حال مادرش با خوشحالی مشغول بسته‌بندی آخرین وسایل برای بازگشت به برلین بود، غافل از آن که این روز چه سرنوشتی را برای خانواده‌شان رقم خواهد زد. وقتی برونو به حصار رسید، شموئل برای اولین بار در تمام دیدارهایشان به جای نشستن روی زمین ایستاده و به حصار تکیه داده بود. پس از گفتگویی کوتاه درباره باران، شموئل بسته‌ای را که آورده بود به برونو نشان داد. یک پیژامه راه و یک کلاه پارچه‌ای که دقیقاً شبیه لباسهای خودش بود. برونو لباسهایش را درآورد و لباس مبدل را پوشید. با پوشیدن پیژامه احساس عجیبی به او دست داد و از بوی نامطبوع آن تعجب کرد و پرسید: این آخرین بار کی شسته شده؟ شموئل پاسخ داد: فکر نکنم تا حالا شسته شده باشه. وقتی برونو کلاه را بر سر گذاشت، شموئل از شباهتشان شگفت زده شد. گویی همه آنها واقعاً شبیه هم بودند. این لحظه برونو را به یاد مادر بزرگش و نمایش هایی که با هم بازی می کردند انداخت. او به شموئل گفت: فکر کنم دارم همین کارو می کنم، نه؟ تظاهر می کنم که آدمی از اون طرف حصار هستم. شموئل گفت: منظورت یک یهودیه؟ برونو که کمی معذب شده بود و پاهایش را جابجا می کرد پاسخ داد: بله، درسته. برای عبور از حصار، برونو ناچار شد چکمه‌هایش را نیز درآورد. در ابتدا از گذاشتن پاهای برهنه‌اش در گلولای بدش آمد، اما کم کم از این حس هم لذت برد. او از زیر قسمت سست حصار غلتید و پیژامه راهش کاملا گلی شد. در تمام عمرش هرگز چنین گلالود نشده بود و این حس برای شگفت انگیز بود. وقتی هر دو پسر در یک سوی حصار ایستادند، هر دو تمایل داشتند یکدیگر را در آغوش بگیرند. برونو برای اینکه به شموئل بفهمانند چقدر دوستش دارد و شموئل برای اینکه از او به خاطر تمام مهربانی‌هایش تشکر کند. اما هیچ کدام این کار را نکردند و در عوض راهپیمایی به سوی اردوگاه را آغاز کردند. دنیایی که برونو با آن روبرو شد هیچ شباهتی به تصوراتش نداشت. او در خیال خود خانواده‌هایی شاد بر روی ایوان‌ها و کودکانی را می‌دید که لیلی یا فوتبال بازی می‌کنند و شاید مغازه‌ای کوچک یا کافه‌ای مانند کافه‌های برلین. اما در عوض با انبوهی از انسان‌های غمگین و تکیده با سرهای تراشیده و چشم‌های گود رفته روبرو شد که به زمین خیره شده بودند. در گوشه‌ای سربازان خندان تفنگ‌هایشان را به سمت زندانیان نشانه رفته بودند و در گوشه دیگر سربازانی بر سر گروهی از مردان فریاد می‌کشیدند. برونو پس از مدتی گفت: فکر نکنم اینجا رو دوست داشته باشم. و شموئل پاسخ داد: منم همینطور. برونو می‌خواست به خانه بازگردد،
اما به یاد قولی که به شموئل برای پیدا کردن پدرش داده بود افتاد و با تردید به جستجو ادامه داد. پس از جستجوی بی‌نتیجه برای یافتن مدرک، ناگهان صدای سوت بلندی شنیده شد و سربازان برونو و شموئل را به همراه جمعیتی حدوداً 100 نفره محاصره کردند. شموئل توضیح داد که گاهی آنها مردم را به راهپیمایی میبرند. برونو که نگران بود برای شام دیر به خانه برسد، شام امشب گوشت گاو بود، با ساده‌دلی کودکانش از ترس دیگران تعجب کرد. به هر حال راهپیمایی که چیز وحشتناکی نبود. با شروع راهپیمایی آسمان ناگهان تاریک شد و باران شدیدی شروع به باریدن کرد. جمعیت 2 پسر را به داخل یک اتاق طولانی، گرم و بدون هوا هدایت کرد. برونو نگران بود که سرما بخورد. در آن لحظات پایانی دست کوچک شموئل را محکم در دستش گرفت و گفت: تو بهترین دوست منی شموئل، بهترین دوست من برای تمام عمر. لحظه بعد در فلزی سنگینی با صدای مهیب بسته شد. اتاق در تاریکی مطلق فرو رفت و هرج و مرج همه جا را فرا گرفت. در میان آن آشوب برونو همچنان دست شموئل را رها نکرده بود و هیچ چیز در دنیا نمی توانست او را وادار به این کار کند. فصل آخر. ناپدید شدن برونو پایانی تراژیک بر داستان دوستی او و شموئل بود. این بخش سرنوشت او و تأثیر عمیق و ویرانگر این فقدان بر خانواده‌اش را روایت می کند و داستان را به نتیجه گیری غم‌انگیز و فراموش نشدنی خود می رساند. پس از گم شدن برونو، سرنوشت خانواده‌اش دستخوش تغییرات دردناکی شد. جستجوها برای یافتن برونو بی‌نتیجه ماند. تنها چیزی که از او پیدا شد، کوپه‌ای از لباسها و چکمه‌هایش در کنار حصار بود. مادر ماه‌ها در آشویتز منتظر خبری از پسرش ماند. سرانجام با این امید واهی که شاید برونو به تنهایی به خانه بازگشته باشد، به برلین رفت، اما او را آنجا نیافت. گرتل نیز به برلین بازگشت. او به خاطر دلتنگی شدید برای برادرش زمان زیادی را در اتاقش به تنهایی می‌گریست. پدر 1 سال دیگر در آشویتز ماند و در عذاب فقدان پسرش با سربازانش با بیرحمی رفتار می‌کرد. یک روز با مرور وقایع به حقیقتی هولناک رسید. او به کنار حصار بازگشت، متوجه شد که پایه حصار در آن نقطه محکم نبوده و کودکی می‌توانسته از زیر آن عبور کند. با دنبال کردن منطقی وقایع، آنچه برای پسرش اتفاق افتاده بود را درک کرد. در آن لحظه انگار پاهایش دیگر کار نمی‌کردند و روی زمین نشست. چند ماه بعد سربازان دیگری آمدند و او را با خود بردند. او بدون شکایت رفت، زیرا دیگر هیچ چیز برایش اهمیتی نداشت. این خلاصه با جملات پایانی و کنایه آمیز کتاب به پایان میرسد که یادآور یک حقیقت تلخ تاریخی است. و این پایان داستان برونو و خانواده اش است. البته همه اینها خیلی وقت پیش اتفاق افتاده و هرگز امکان ندارد چنین اتفاقی دوباره بیفتد. نه در این دوره و زمانه. برونو و شموئل نمیدونستن دنیاشون چقدر متفاوته. نمیدونستن که دیوارها و سیمخاردارها از دل انسانها شروع میشن، نه از زمین. جان بوین با پسری در پیژامه راه به ما یادآوری میکنه که انسانیت مرز نمیشناسه و بیگناهی همیشه قربانی نفرت میشه. مرسی که تا پایان این خلاصه همراه بودین. اگه از این ویدیو لذت بردین، حتما کانال رو دنبال کنید تا با هم سراغ کتاب‌هایی بریم که دل آدمو تکون میدن. اینجا کتابچه است. جایی برای شنیدن انسانیت میان سطرهای کتاب.